صبح زود راه بیفتیم بهتره. مگه قراره به خاک نفس شبیخون بزنیم؟ تو هم چه همش پرت و پلا بگو. نه، اگه قرار شبیخون بزنیم من حرفی ندارم. آره قراره که به خاج نفس شبیخون بزنیم. حالا صبح زود میای یا نه؟ نه، من اهل شبیخون زدن نیستم. دوست دارم دشمن منو ببینه. تو دوست داری سر به سر من بذاری؟ منم حوصله‌اش ندارم. بابا خوجه اگه شبیخون نزنی به همین زودی ها بیاد شبیخون میزنن. امروز خبرایی شده تو جاده مال دزدی گرفتن. اویو کم در خونه ما پیدا شده. ریلیچ میگه رئیس و کاردش بزنی خونش در نمیاد. رئیس فکر میکنه این کارا کار توه. دیگه از یه شوخی بردار نیست. ممکنه یه روزی کمر به قتلت ببنده. وقتی من به کار رئیس کاری ندارم دیگه چرا کمر به قتل من ببنده؟ اون باور نمیکنه که تو کارش داری. وقتی اون باور نمیکنه چه کاری از دست من سخت است؟ یه کاری ازت ساخته است. فردا که به خاج نفس میری دیگه برنگرد. برو پیش پسرات و نوهات بمون، پیش امان، پیش قزاق، پیش هر کدومشون که دلت میخواد. شیرات خونه منه. من از خونم کجا برم؟ اصلا موندن من چه ایرادی داره که تو همش میگی برو؟ اوجه تو آدمی نیستی که خبرچینی رئیسو میکنی، هستی؟ نه من نیستم. خب پس یه کسایی هستن، نیستن؟ اگه نبودن نه آقای مینویی لو میرفت و خودکشی میکرد نه این یکی مثل ماهی رو مایتابه به بالا و پایین میافتاد. خب اگه اونا بازم هدفشون رو دنبال کنن چون تو مورد اتهامی از دست میری. اما اگه اونا به خاطر تو هدفشون رو دنبال نکنن خودشون از دست میرن. من سر از حرفای تو در نمیارم. من حرفای تو رو نمیفهمم. بابا خوجه تو خیلی هم خوب میفهمی، اما شاید ندونی با موندن در اینجا دست و بال یه عده‌ای رو تنگ کردی. فردا که به خواجه نفس میری دیگه برنگرد، بذار بچه ها کارشونو بکنن. از قول خواجه محمد به بچه ها بگو این جنگا واسه ما هیچ فایده ای نداره. این جنگا همیشه هست، اما بعد از هر جنگی واسه ما بدتر شده که بهتر نشده. بابا خوجه پس یه بار بگو دست و پاشونو همه دراز کنن و بمیرن. خب دست و پاشونو دراز کنن، اما چرا بمیرن؟ عشق کنن، زندگی کنن. تو عشق کن، زندگی کن بابا خوجه، اما اونا میجنگن. اما نه اونقدر که بندازمش تو سردخونه در روش ببندم. تو در سردخونه رو خواجه میبندی بعد میری تهرون و همون آدرسی که بهت دادم. خواجه محمد تو سردخونه یخ میزنه. خواجه محمد تو سردخونه میمیره. این یه قتله. اونجا که میری سر کار دست فلک بهت نمیرسه. پول خوبی از من میگیری، درآمد خوبی هم داری. در ضمن من مدارک دل دزدیاتی که به دست آوردم برای همیشه میسوزونم. رو شدن اون مدارک زندانی داره، اما کشتن خواجه محمد جوابش تناب داره. وقتی پای من وسط تناب داری وجود داره. شما الان میگین، اما ممکنه به وقتی پاتون رو بکشین کنار. وقتی که یه نفر من شریک جرمم، اگه اتفاقی برای تو بیفته بعدش نوبت منه. به اینش فکر کردی؟ از این گذشته و از یه راز با خبر شدی. اگه بخوای پاتو کنار بکشی سرکارت با منه. منو که میشناسی. خب کی باید این کارو بکنم؟ روز جمعه خلوته.
تا اونجا که من اطلاع پیدا کردم تو زیادم از این جور کارا دور نیستی. پس نقشه کار با خوده. به اون که رسیدی اینه میدی به همون آدمی که گفتم. برده؟ برده کجاست؟ با خود رفت خاطر نفس. اون چه گفت من نمیدونم. همین الان اومد بود مرخصی گرفته داره میره. همین الان؟ آره همین الان. مگه چی شده؟ داده! داده! اون با کجا وقتی سوار بارکاس؟ بارکاس هنوز راه نیفتاده. بدوی بهش رسیدی. چی شده قریچ؟ دنبال کی میگشتی؟ دنبال من؟ آبیو برای چند روز بینید بیدای ملک باش خانم. بنده اهل رفاقتم، اهل دوستی و همکاری هم. بله، کامیونای توقیف شده حرف شما را کاملا تأیید میکنه. من این حرف شما را توهین به خودم تلقی نمی کنم، بلکه به پای بی اطلاعی شما میذارم. خب شما ما رو مطلع کنید. کسی که دست به این کار زده شناسایی شده. شناسایی شدی؟ ملی جون شناسایی شده. که اینطور. اگه شناسایی شده پس علت سکوت شما تا این لحظه چیه؟ تصمیم من اینه تا تمام افراد باندو شناسایی نکنم اسم اون شخص رو مخفی نگه دارم. شما آدمای کار کشته‌ای مثل ما رو بیخبر میذاریم و خودتون تحقیق میکنیم؟ اون کیه؟ نه واقعا اون کیه؟ شاید کاری از دست ما ساخته باشه. خب بگو. شرطش اینه که تا من اشاره نکردم کسی حق مداخله نداره. من قول میدم. اون کیه؟ جعفرقلی سرمسئول سردخونه ها. نه. جان شما؟ حاجه محمد، حاجه یه بار کم همه کارگرها رفتم بندر دست تنها بودم، گفتم حاجه محمد میاد کمکم. خوجه دیگه تو شیلات کار نمیکنه. مبارک ها باشه، عروسی 90 رو میگم، وقتی مبارک داشته. چی شده؟ خوجه چرا نمیخواد دیگه تو شیلات کار کنه؟ پیر شده، خسته شده، از کار افتاده. مگه یه آدم چقدر باید جون بکنه؟ تا وقت مردن آدم جون میکنه. بریم جعفرقلی. تا من سر تو یکی و گوش تا گوش نبرم پام تو شیلات بیرون نمیذارم. چرا از حرفت برگشتی؟ من از حرفم برنگشتم. من تو خاط نفس بهتون گفتم که شماها درست میگید، باید کارمو ترک کنم، اما گفتم که منم باید فکر کنم. تو خاط نفس گفتی فکراتو کردی؟ نه، هنوز همه فکرامو نکردم. هنوز دارم فکر میکنم که اگه تو شیلات کار نکنم اون وقت کی هستم. هر وقت اینو پیدا کردم از اینجا بیرون. من که میرم. هر کجا بریم با هم میریم، اما به وقتش. بریم جعفرقلی.